طی سالهای اخیر جمهوری تاجیکستان با تشبس‌های گلوبالیش در سرخط رسانه‌های خبری جهان قرار گرفته است. همکنون دوشنبه قلب تاجیکستان از دو همایش سطحی بلند، اجلاس شورای امنیتی سازمان راهنمای امنیتی دست جمعی و جلسه نوبتی سران کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای میزبانی می‌کند. و برای بازتاب این دو همایش سطحی بلند زیاده از 500 نفر خبرنگاران از بانفوذترین شبکه‌های تلویزیونی جهان وارد تاجیکستان شدند و این همایش‌ها را در سطح بلند انعکاس نمودند. وقت از آنی که نام جمهوری تاجیکستان را با تشبس‌های گلوبالیش در رسانه‌های جهان میشنویم، در حال احساس میکنیم که تاجیکستانی صاحب استقلال ما در برابر کشورهای ابرقدرت جهان همراه و همقدم کاروان جهانی سازی است. نشست دو روزه سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد. حسن ناصر، آرتی، دوشنبه، تاجیکستان. با مقصد در سطح بلند برگزار نمودن اجلاس شورای امنیتی دست جمعی سازمان راهنمای امنیتی دست جمعی در کتابخانه ملی تاجیکستان مرکز مطبوعات شورای امنیتی دست جمعی سازمان راهنمای امنیتی دست جمعی تأسیس یافت. در جلسه شورای امنیتی دست جمعی سازمان راهنمای امنیتی دست جمعی که با اشتراک به واسطه سران کشورها، سازمانها و نمایندگان تشکیلات بین المللی در قصر ملت برگزار شد، مهمترین موضوعهای منطقه و جهان مورد بررسی عمیق قرار گرفتند که از طریق شبکه‌های تلویزیونی جهان پخش گردیدند. موضوعهای مطرح شده را خبرنگاران در گزارش‌های خود وسیع انعکاس نموده، هر یک در گزارش خود نقش تاجیکستان را در حل مسائل‌های گلوبالی و حل پرابلم‌های منطقوی مخصوص تاکید نمودند. جهت انعکاس چاره‌بینی مهم سیاسی، بیش از 500 نفر نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه داخل و خارج به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند. Здравствуйте! На НТВ новости в студии Эльмира Ефиндиева, и сейчас о главном к этой минуте. Проблемы международной безопасности и обсуждение ситуации в Афганистане. В Душанбе проходит заседание участников ОДКБ. انطلقت في العاصمة الطاجيكية دوشنبه أعمال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم روسيا وطاجيكستان وقرغيزيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا. Здравствуйте! Время новостей на Первом. О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. Во главе угла безопасность, сплоченность и готовность задействовать весь оборонный потенциал. Основные тезисы выступлений лидеров стран ОДКБ в Душанбе. На чем сделал акцент? ما بیشتر تمرکزمون روی بحث نظرات و عکس العمل کشورهای آسیای مرکزی و به خصوص کشورهای مثل تاجیکستان که مرز طولانی با افغانستان دارند و قراره که شاهد رزمایش و مناورهای نظامی داشته باشند. به خاطر این عکس العمل‌ها برای ما مهمه که منعکس بکنیم. Ну, все прекрасно, есть подключение к интернету, есть экран. В общем, все условия для журналистов есть. И условия для работы есть, компьютеры, значит, возможность подзарядить свои телефоны, но все, что так необходимо журналистам, продюсерам, все здесь есть. Приятное впечатление, очень красивый город, современный, много красивых зданий, что очень порадовало, что город очень чистый. Все хорошо, ну, я не в первый раз в Душанбе прилетаю на разные мероприятия, всегда. Организация на самом высоком уровне, должен сказать. Очень радушно встречают в Таджикистане нас. Прекрасно, технически и морально-психологические условия, я считаю, на самом высоком уровне. Поэтому спасибо принимающей стороне. برای خبرنگاران در کتابخانه ملی تاجیکستان شرایط زمانوی فراهم آورده شد. از جمله در تالارهای مخصوص کتابخانه بیش از 500 کامپیوتر، پرینتر و دیگر دستگاه‌های معاصر جهت ثبت و کارکرد گذاشته شدند که خبرنگاران از آنها وسیع استفاده نموده سری وقت خبر و گزارش‌های خود را از جریان اجلاس شورای امنیتی دست جمعی سازمان راهنمای امنیتی دست جمعی که مستقیما توسط مانیتورهای بزرگ پخش گردید انعکاس کردند. در اینجا
ژورنالیستان امکان پیدا کردند که اطلاع ضروری را دریافت و سریع وقت به جامعه جهان پهن نمایند. کامپیوترهای زمانوی که جهت انعکاس جریان جلسه‌های چهاربینی به نمایندگان واسطه‌های اخبار امت دسترس شدند، از اینترنت بلند سرعت برخوردار میباشند. همزمان سه مانیتور بزرگ که رفت جلسه‌ها را به طور گشاد نمایش میدهند، کار نمایندگان واسطه‌های اخبار امت را آسان نمود. مورد ذکر است که جمهوری تاجیکستان از روزهای به دست آوردن استقلالیت سیاسی عضو کامل حقوق جامعه جهانی گردیده است. کشور ما سیاست داخلی و خارجیش را در اساس منفعت‌های ملی براه مانده، اینچنین اعضای سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی و منطقوی گردیده است. یکی از چنین سازمان‌ها سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی میباشد که سال روان جمهوری تاجیکستان میزبان و ریاست آن را بر عهده دارد. این نکته را خبرنگاران خارجی در گزارش‌های خود مخصوص تاکید کردند. همکاری در دوره این سازمان جوابگوی منفعت‌های ملی تاجیکستان است و امکان می‌دهد که بر ضد تروریسم بین‌المللی، افراطگرایی، گردش غیرقانونی مواد مخدر و اسلحه، مهاجرت غیرقانونی و به خاطر تامین امنیت و ثبات در تمام منطقه اروپا و آسیا و اینچنین حمایت تمامیت ارضی و استقلالیت دولت‌های اعضا فعالانه تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شوند. جمهوری تاجیکستان مسئله‌های فعال نمودن روند همگرایی حربی و سیاسی دولت‌های اعضا و هماهنگسازی اقتدار آنها، تکمیل ساحه سیاست حربی و رشد من بعد همکاری حربی و تکنیکی دولت‌های اعضا را از وظیفه‌های نزدیکترین و مهمترین سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی می‌حسابد.